اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان سروران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، بازم شکر الله سبحانه و تعالی هست که باز فرصتی برای ما داده شد که یک برنامه از برنامه‌های عقیده اسلامی را خدمت شما دوستان عزیز تقدیم بکنیم. دوستان، موضوع امروز ما اقسام توحید عبادات است. در توحید عبادات که در برنامه‌های قبلی پیرامون از او صحبت کردیم، این بود که انسان مسلمان و مسلمان موحد افراد الله بالعباده را در نظر می داشته باشه و منظور از افراد الله بالعباده این است که یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت است. پس لازم است که ما بفهمیم که عبادات چند قسم هست. اگرچه عبادات در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل اجمالی و تفصیلی ذکر شده و این عباداتی که در قرآن عظیم شان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، این عبادت ها تقسیم نشده که کدام تقسیم بندی ها باشه، ولیکن علمای اسلام به خاطر از اینکه این ساده و آسان شود عبادت ها را تقسیم کردن تا یک کسی که طلبه علم و دوستانی که اونا میخواین که آسانتر و ساده تر ایره یاد بگیرن و مراعات بکنن، بر از اونا این تقسیم بندی ها بیان شده است. در قسمت ازی که ما عبادت ها را انجام میدیم و علما میگن که عبادت ها 4 قسم هستند. عبادت هایی هستند که به نام عبادات قلبی گفته میشن. قسم دوم عبادت هایی هستند که به نام عبادت های زبانی گفته میشن که توسط زبان انجام داده میشن. و قسم سوم عبادت های بدنی هستند که توسط اعضای بدن، دست، پا، چشم، گوش و غیره استعمال میشن. و عبادت های چهارمی عبادت های مالی هستند که توسط مال انجام داده میشن. ولی یک قاعده کلی است که وقتی ما یک عبادت انجام میدیم، بعضی اوقات هر 3 یا هر 4 ازی در یک عبادت جمع میشه. مثلا شما وقتی به حج میرین، در عبادت حج که است هم نیت داخل است که این عبادت قلبی هست و در حج همچنان عبادت بدنی هم داخل است که اعضای بدن انسان حج میکنن و هم زبان انسان در داخل است، چرا اذکار است، تسبیحات است، تلاوت قرآن است و چیزهایی را که گفته میشه، و هم مال انسان مصرف میشه. پس در یک حج هر 4 قسم از این داخل است. ولی خدمت شما دوستا عرض کردیم که این به خاطر از اینکه ساده تر و آسان تر باشه، از این خاطر علما این تقسیم بندی کردن تا ما بتانیم به سادگی را بفهمیم و باز پسان همین قاعده را تطبیق میکنیم که احیانا ما میتونیم که در یک عبادت چندین قسم، یعنی قلب و زبان و اعضای بدن و مال همه از اونا شریک باشه، مثل که برای شما مثالش در عبادت حج عرض کردم. خب، قسم اول عبادت های قلبی هست. عبادت های قلبی کدام عبادت ها را میگن؟ طبعا عبادت های قلبی عبادت هایی را میگن که توسط قلب انسان انجام داده میشه، به این خاطری را عبادات قلبی میگن. عبادات قلبی تقریبا 7 قسم هستند که هر کدام از اینا ضرورت است که انسان مسلمان این عبادت ها را بفهمه و در این عبادات خالق متعال و وحدانیت الله را در این عبادت خود، اما که گفتیم افراد الله بالعباده، یگانگی الله را در عبادت چی کنه؟ مراعات بکنه. پس عبادت قلبی چی هست؟ افراد الله بالعبادت القلبیه، یگانگی الله را در عبادت قلبی باید ما چی کنیم؟ مراعات بکنیم.
از اولین عبادتی که توسط قلب صورت میگیره این عبادت نیت است. همیشه انسان مسلمان وقتی عبادت را میکنه در هر عبادت نیت انسان دخیل است. از این خاطر انسان مسلمان یکتاپرست در عبادت های خود باید نیت خود زیاد در نظر داشته باشه که مثلا نیت خود چه قسم و با چه شکل نیت خود توحیدی بسازه. و از نیت در قرآن عظیم الشان غالبا با اصطلاح اخلاص زیادتر تعبیر میشه. مثلا ما و شما در آیت شریفی که میخوانیم که الله سبحانه و تعالی میگه که و ما امیرو الا لیعبدوا الله مخلصین، آیت 5 سوره بینه هست. در آیت 5 سوره بینه الله سبحانه و تعالی میگه که و ما امیرو الا لیعبدوا الله، و امر نشدن مگر ای که عبادت بکنن الله را مخلصین له الدین، که در او اخلاص باشه و چی باشه؟ دین هم خاص برای الله سبحانه و تعالی باشه. علامه منوی رحمه الله میگه که اخلاص خلاصی قلب از تمام آنچه که قلب را مکدر میسازد میباشد. یعنی اخلاص چی هسته؟ اخلاصی است که انسان مسلمان در یک عبادت 100% نیت خود خاص به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی میگیره. و امی که علامه ابن مناوی چی میگه که اخلاص خلاصی قلب از تمامی آنچه که قلب چی میکنه مکدر میسازه. هر چیزی که است که قلب مکدر میسازه او را باید از قلب خود انسان دور بسازه. و به می خاطر علمای اسلام به خاطر از که ما قلب خود چه قسم چیزایی که قلب مکدر میسازه کدام هستن، یکی خرابی در نیت است که این نیت بالاخره به شرک اکبر مبدل میشه. از این خاطر علما میگن یکی شرک اکبر است و یکی شرک اصغر است و یکی شرک خفی است. این 3 شرک است که نیت انسان مکدر میسازه. شرک اکبر در نیت چی است که یک نفر یک کار را میکنه 100% در نیت از او مخلوق میباشه، یعنی یک کار را میکنه به خاطر مخلوق. مثلا یک حیوان ذبح میکنه، برشون پرسانشان میشه که حیوان به خاطر چی شما ذبح کردین؟ میگه ما این حیوان به نام فلان شخص و به خاطر فلان شیخ و به فلانی مرقد و به فلانی بت و فلانی مجسمه ما این حیوان ذبح کردم. مشکل اینجا پیدا میشه که کسی که در نیتشی باشه که من این حیوان به خاطر از این مخلوق انجام میتم، ذبحش میکنم و به خاطر رضایت از او انجام میتم، پس اینجا نیت مکدر شد و این نیت حتی سبب شرک از این شخص میشه. گاهی نیت چه قسم مکدر میشه؟ احیانا نیت وقت خراب میشه و مکدر میشه و نادرست میشه که انسان عبادت، مثلا شما در مثال حیوان باز براتون بگم که آسان تر است، یک حیوان میگیره به خاطر صدقه، در نیتش این است که به خاطر رضایت الله ای کار کرده، پس اما در اینجا یک مقدار از ریا داخل میشه، خدا نشان میده برای دیگران، خودنمایی میکنه، پس این هم نیتش مکدر شد و این را علما با شرک اصغر در نیت تعبیر میکنن. یعنی در نیت شرک اصغر است. پس وقتی در نیت یک انسان ولو که رضایت الله باشه لکن در اینجا ریاکاری بکنه که باشین گوسفند چاقتر بگیریم، باشین مردم بگن خوبش است، باشه که مردمی شود، در اینجا مشکل پیدا میشه که او شرک در نیت شد لکن شرک اکبر نیست، شرک اصغر است. چرا؟ شرک اکبر خارج میکنه انسان از ملت. مثلا اگر یک کسی یک حیوانی را میگیره و میره به نام کدام درگاه، به نام کدام زیارت، به نام کدام مرقد، به نام کدام شخص این ذبح میکنه، اینجا ای به شرک اکبر مبتلا میشه. چرا؟ این عبادت به غیر الله کرد. اما اگر این حیوان به خاطر رضایت الله در نیتش است که من این کار به خاطر رضایت الله میکنم، لکن چیزی از ریا در تظاهر و ریاکاری در عمل از این صورت میگیره، این باز شرک اصغر است که شرک اصغر حکم میشه است که انسان از ملت اسلام خارج نمیکنه. پس او مسلمان و مؤمن هست، ولی مشکلش است که این شخص بالاخره با وجود از که این در ایمان داخل است، لکن امی عبادت از توسط
نیت غلط ازی توسط امی ریاکاری ازی از بین میره. قسم سوم دیگه که است شرک خفی هست در نیت می باشه. در نیت احیانا نیت که مقدر می سازه یا ای عبادت مقدر می سازه چی است که وقتی یک کسی یک عمله، مثلا امی حیوان مثالش بدیم، شخص اول حیوان خرید به خاطر از اینکه به نام فلانی زیارت و به نام فلانی مرقد و به نام فلانی شخص و به نام فلانی مخلوق، این شرک اکبر داخل شد. نفر دومی امی حیوان گرفت ذبح کرد، به نام الله ذبح کرد و در نیتش مخلوق نبود لکن ریاکاری کرد، در این صورت برای شرک اصغر شد. اما قسم سوم شرک خفی هست. شرک خفی چیست؟ شرک خفی است که انسان عمل به خاطر رضایت الله میکنه و در عمل ازی رضایت الله هست و در اینجا ریاکاری هم نکرد. ولی مشکلش است که بعضی اوقات همین نفر که شرک خفی پیدا میشه، اگر مردم این توصیف کردن و تمجید کردن و گفتن خیلی زیبا بود، بسیار خوبش بود و این ازی بسیار خوشحال شد و منتظر ازی است و در اینجا شرک خفی داخل میشه. خصوصا شما در بعضی اوقات ببینید کسانی که امر بالمعروف یا نهی عن المنکر میکنن، دعوتگر هستن، تا زمانی که مردم توصیف از اینا را میکنن درست است، عملشان به خاطر رضایت الله هست و ریاکاری هم نمیکنن، لکن اگر مردم سر از اینا انتقاد کردن باز متاثر میشن و حتی دعوت ترک میکنن. به این خاطر انسان به خاطر از اینکه در عملش حتی شرک خفی هم داخل نشه، از توصیف مردم باید خوشحال نشه و از انتقاد مردم باید احساس خستگی نکنه. پس چی هست؟ ما به خاطر از اینکه در نیت توحید مراد بکنیم که نیت یکی از عبادت‌های قلبی هست، علما بر از این میگن که تقریبا 3 شرط داره. شرط اول از این است که این مخلصانه باشه، یعنی 100% به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی باشه. شرط دومیش است که از ریا خالی باشه، هیچ ریاکاری در این عمل خود باید انجام نده و در نیت خود امیر بگیره که من اینمی عمل میکنم صرف به خاطر از اینکه الله از پیش من راضی شوه و ریاکاری و این چیزا را هم در این داخل نکنم، بلکه همیشه نیتش 100% رضایت الله سبحانه و تعالی باشه. و شرط سومیش است که خودنمایی و علاقمندی به توصیف و مدح نداشته باشه، منتظر از این باشه که مردم مدح بکنن و توصیف بکنن. در این صورت است که انسان مسلمان از نگاه نیت ای مخلص است و اینمی اخلاص است که سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که انسان این عبادت قلبی دقیق عبادت الله در نیت است ایره انجام میده. دومین قسم از اقسام توحید در عبادات قلبی توحید محبت است و محبت ما شما میفهمیم به معنای محبت که است به معنای دوستی هست و یا ای که انسان یک کس را از داخل از قلب خود او را دوست می داشته باشه، این را محبت میگن. و محبت علما میگن که یکی محبت خاص است و یکی هم محبت عام است. محبت خاص تقریبا چند قسم داره. محبت خاص اولش محبت عبادت است، یعنی محبت خاص محبت است که او یک عبادت قلبی هست که این مخصوص الله هست. والذین آمنوا اشد حبا لله. ببینید در آیات قرآن الله سبحانه و تعالی در آیت 165 سوره بقره، در آیت 165 سوره بقره الله سبحانه و تعالی درباره توحید محبت اینجا الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که اول میگه و من الناس شرک میگه، پس آن محبت توحیدی رو میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. بعضی از کسایی هستن که بغیر از الله شریکان میگیرن، یحبونهم که حب الله. اینا مشکل از اینا چی هستن؟ ببینین دقیق تر شما به طرف این آیت قرآن دقیق ببینین که و من الناس و بعضی از مردم من کسانی هستن که یتخذو میگیرن من دون الله بغیر از الله اندادن شریکان، یعنی اینا بغیر از الله شریکان نگرفتن. یحبونهم که حب الله، با این شریکانی که به امرای الله میگیرن
چی مثلا مجسمه ها باشه به شکل صنم و بت ها و چی هم اصحاب قبرها باشه، مخلوقات، اولادای پیغمبر و یا مثلا انسان یا حیوان یا هر چیزی باشه، اینا چی میگن؟ اینا شریک با الله میگن، یحبونهم، او هم رایشون محبت میکنن که حب الله، مثل که انسان با الله محبت می داشته باشه. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان دارن، اشد حب لله، اینا بسیار محبت قوی با الله دارن. در اینجا ما و شما در این آیت دیدیم که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما محبت عبادت بیان کرد. اون محبتی که قلباً با الله سبحانه و تعالی ما داریم، این محبت توحیدی است. ما الله را عبادت میکنیم، محبت بسیار قوی به امرای الله داریم که در محبت الله هیچ کسی را شریک نمیکنیم. این محبت است که امرای خوف و رجا یک جای می باشه. محبت هست به الله محبت داریم، از الله میترسیم و امیدوار نفع و ضرر از الله هستیم. پس اینی انسانی که محبت داشته باشه به امرای خوف و رجا می باشه، این محبت توحیدی است که مسلمان ها بر الله دارن و محبت حقیقی هست. محبت حقیقی است. قسم دوم محبت فی الله هست. محبت فی الله. محبت فی الله چی معنی هست؟ محبت فی الله او محبت هست که یک انسان مؤمن موحد یکتا پرست یک مخلوق به خاطر الله دوست داشته باشه. اصل محبت محبت الله هست. مثلا ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم. چرا دوستش داریم؟ به خاطر از او را دوست داریم، او را به خاطر الله دوست داریم، چون پیغمبر الله هست. پس اصل محبت محبت الله هست و محبت نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین به خاطر ازی. من علی را دوست دارم. چرا؟ به خاطر ازی که علی دوست الله هست. من عمر را دوست دارم. به خاطر چی که عمر دوست الله هست. من ابوبکر را دوست دارم. من حسن، حسین دوست دارم. به خاطر چی دوست دارم؟ به خاطر ازی که اونا دوستای الله هستند. محبت از اینا اصل نیست. محبت از اینا فرع محبت الله هست. پس ما الله را با اساس محبت اساسی دوست داریم. والذین آمنوا اشد حب لله، ولی دوستای الله را که نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین هستند، اینا را فی الله دوست داریم. این فرق از بین محبت الله و محبت فی الله. محبت فی الله را ببینین. عن انس بن مالک رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، انس بن مالک میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن: ثلاث من کن وجد فیه حلاوت الایمان. اگر یک شخص سه چیز داشته باشه، این چی میشه؟ ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان. اگر یک شخص این سه عنصر در وجود ازی باشه، این حلاوت و لذت و مزه ایمان میچشه. یعنی خود ایمان داشتن لذت داره. شما وقتی یک غذا را میخورین، غذای خیلی عالی و زیبا را میخورین، این بر شما یک لذت می داشته باشه. شما مثلا یک نوشابه خوبی را می نوشین، این بر شما لذت می داشته باشه. شما وقتی با یک دوستتان ملاقات میکنین، این بر شما یک لذت می داشته باشه. آل خود ایمان هم یک لذت داره. این لذت ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در چی هست؟ در سه چیز است. اول ای که ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. ای که الله را و رسول الله را نسبت به ما سوای از اینا بیشتر دوست داشته باشه. پس ما الله را دوست داریم، از تمام مخلوقات جهان کردن الله را دوست داریم. از مادر خود، از پدر خود، از همسر خود، از اولاد خود، از هر کسی الله را دوست داریم. و محبت فی الله رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم، به خاطر از مادر خود، از پدر خود، از فرزند خود، از همسر خود. به خاطر چی؟ به خاطر که ما لذت ایمان حاصل بکنیم، چون این محبت است که به خاطر الله هست. و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. دوم لذت ایمان کسی می داشته باشه، حاصل میکنه که یک شخص را دوست می داشته باشه، او را دوست نمی داشته باشه مگر به خاطر الله. یک کس را میبینیم به خاطر دیندار است، متدین است، خوب است، میگیم ما این را دوست داریم. محبت ما و دوستی ما به خاطر الله هست. زیاد کسایی هستن یک کس را دوست می داشته باشن به خاطر مالش، یک کس را دوست می داشته باشن به خاطر پولش، یک کس را دوست می داشته باشن به خاطر چیزهایی که مثلا چیزهایی که در زندگی هست. این به خاطر ازی الله را دوست داشته باشه. لکن مسلمان واقعی و حقیقی کسی است که
الله را دوست می داشته باشه، یک کس به خاطر الله، ان لا یحبه الا الله. سوم چیز و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. اینا اقدر از رفتن به کفر احساس کراهیت میکنن و بدبینی میکنن، مثل که یک نفر در آتش دوزخ بفته. پس یک نفر ایمان خود آنقدر دوست داره که از دست دادن ایمان آنقدر جدی میگیره، مثل که مثلا او در آتش بفته. یعنی این بی ایمانی مثل که کس در آتش ایره بیاندازه. این انسان باز امو لذت محبت حقیقی را و ایمان حقیقی را حاصل میکنه. پس ایناله این محبت چی هست؟ محبت الله شد، محبت فی الله شد. و قسم سوم محبت چی هست؟ محبت مع الله هست که قسم سوم از این یا باقی اقسام از اینا که محبت های دیگه هست ان شاء الله در برنامه بعدی خدمت شما تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.